این گروه فلسطینی ها در مرکز غزه که طی 2 سال اخیر میدانی درگیری بود برای مسابقه فوتبال جمع شدند. آنها پایهای سونی خود را در گوشه میدان گذاشته با عصا بغل بازی کردند. میگویند امید، آرزو و محبت به ورزش آنها را گرد هم آورد. به گفته سازمان دهندگان مسابقه، چند از بازیگران در حمله های نیروهای اسرائیل در غزه به دست و پای ماندند. این مسابقه قهرمانی تحت عنوان امید برگزار می شود تا امید را دوباره در بازگشت تدریجی به زندگی معمولی و به ویژه زندگی ورزشی این بازیگران معیوب زنده کند. این مسابقه بیش از 50 بازیگر مرد محروم از دست یا پای و از 10 تا 15 کودک پسر و دختر را گردی هم می آورد. این سبقت شامل چندین دوره خواهد بود و در پایان مسابقه به تیم برنده جایزه ها تقدیم می شود. با اطلاع وزارت تندرستی غزه، در 2 سال جنگ در بیمارستان‌های این منطقه 6000 مورد بریدن دست و پای ثبت شده است. انس المبهوح در روزهای اول جنگ در منطقه دیر البلح جراحت برداشت و سپس به تیم معیوبان پیوست. میگوید آرزویش این است که فلسطین و تیم ملی آن را در خارج معرفی کند، با تیم‌های دیگر بازی کند و مثل دیگران زندگی نماید.